پیش از آغاز بخش فرهنگی چورابینی در درآمدگاه قصر فرهنگ شهر کلوب، نمایش اسباب و لوازمات‌های موسیقی و هنرهای مردمی به معرض تماشا گذاشته شد. ضمن بازدید از نمایشگاه به هنر والای سازندگان اسباب‌های موسیقی و به کار طراحان لباس‌های ملی و هنرهای مردمی بهای بلند داده شد. فلک صدای دلهاست. تجلیل این جشن مهمترین رویداد فرهنگی در دوران صاحب استقلال کشور محسوب یافته است. امروزها محض با تلاش و زحمت‌های بی‌سابقه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تجلیل و تقدیر و گرامی داشتن ژانر موسیقی فلک باز هم جلو و رنگین‌تر گردید. امروز هنرمندان با لیاقت، استادان و شاگردان کار کرده ایستاده‌اند. در جشن فلک ما با یک برنامه‌ای که 14 سرود نو ایجاد کرده در سرودها در وطن دوستی تاجیکستان پیشکشی تماشابینان می‌گردانیم. بخش تنتنوی چورابینی در تالار قصر فرهنگ با سخنرانی معاون رئیس ولایت ختلان آغاز گردید. ضمن سخنرانی خود ابراز داشتند که در چنین روزهای فرح بخش باید یادآور شویم که موسیقی فلک با زحمت و کوشش‌های یک عده دانندگان و اجرا کنندگان صنعت مردمی از جمله شاعر و حافظ خلق سیدعلی ولیزاده، آدینه هاشم، گلچهره صادق، دولتمند خال، سفر قادر، عمر سلطان و دیگران در عصر سپری گشته و زمان ما در شهر کلوب و دیگر منطقه ها رواج و رونق یافته است. امروز فلک سرایان تاجیک از جمله فلک سرایان شهر کلوب به موضوع های سپاس و شکرانه از وطن و وطنداری، عشق و محبت، صمیمیت و صداقت و باوری و امید به آینده درخشان رو آوردند که شایسته تحسین است. برآمد کنندگان راجع به این موضوع ابراز داشتند که فلک ژانر آزاد بوده در شهر کلوب همیشه در تشکل و تکامل و تحول و انکشاف است. طور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنگام سخنرانی‌هایشان همیشه قید می‌دارند که وطن چکن و وطن فلک شهر کلوب است. این برای مردم کلوب و منطقه کلوب باعث افتخار است که چکن ما جهانی شده، فلک نیز در قطار دیگر ارزش‌های فرهنگی ارزش عمومی بشری محسوب می‌شود. همزمان به نفرانی که در طول سال‌های صاحب استقلالی بهر رشد و نموی ساحه فرهنگ سهم ارزنده گذاشتند افتخارنامه ها و دیگر تحفه ها سپاریده شد. در قسمت فرهنگی چورابینی هنرمندان انسامبل فلک بخش ریاست فرهنگ ولایت ختلان در منطقه کلوب با برنامه رنگین فرهنگی خاطر اشتراکداران چورابینی را شاد گردانیدند. خیرین سامرازاده محمدی میرزا، شهر کلوب، اخبار.